پنج شدن کرونا امروز جامعه جهانی را به تشویش آورد. خوشبختانه در میقات کشور حالتهای گرفتار شوی به ویروس کووید 19 به قید گرفته نشده است. نوبسته از این در کارخانه و مؤسسه ها کارهای بی‌ضررگردانی و پیشگیری نمودن ویروس کووید 19 جریان دارد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی غیر دولتی مکتب عرفان تا کدام اندازه به این مسئله توجه دارند؟ به این سوال جواب میگیریم. خانندگان مؤسسه‌های تعلیمی مکتب تحصیلات میانه غیر دولتی مکتب عرفان پیش از وارد شدن به مکتب با واسطه محلول‌های آنتیسپتیک دستشان را بی‌ضرر نمودند. خوانندگان و آموزگاران همه از نقاب‌های محافظتی استفاده برده در 2 ساعت آن را عوض کرده ایستاده‌اند. با جز این در درآمدگاه برای معین کردن حرارت بدنی خوانندگان حرارت سنج گذاشته شده است. به هر یک خواننده حرارت سنج علاوه استفاده شده تنها بعد به محلول بی‌ضرر نمودن دوباره آن را استفاده می‌کنند. Мы каждый день измеряем детям температуру, но температуры у детей нету. Это наша каждодневная работа. Вот так мы боремся против вируса. محلول‌های آنتیسپتیکی و نقاب‌ها از جانب مؤسسه تعلیمی تامین گشتند. با جز این هر خواننده در بالای میز تعلیمی خود محلول‌های گیگینی و آنتیسپتیکی دارد. در وقت استفاده خودکار یا قلم و دیگر اشیاءهای خانش آن را استفاده می‌برند. ماموریت مکتب تاکید کرد که به خاطر زیاد نشدن شماره در یک صنف تا 18 نفر خوانندگان تحصیل می‌کنند. در یک روز تا 3 مرتبه برای پیشگیری بیماری سیرایتی زکام در صنفخانه‌ها اسپند دود کرده ایستاده‌اند. سبب شرم داشتن پدر در نزد معلم در چی بود؟ صنفخانه‌ها همروزه تا آخری ساعت درسی با استفاده از محلول‌های خلور تازه کرده می شود. ماموریت مکتب تاکید کرد که برای پیشگیری کرونا ویروس تمامی چاره‌ها اندیشیده است. در مؤسسه تعلیمی 546 نفر خوانندگان تحصیل می‌کنند. ماه اپریل 10 نفر پدر و مادران با عریضه برای اشتراک نکردن فرزندانشان به درس‌ها مراجعت نمودند. از روی گفته آموزگاران برای آنها تنها به مهلت 1 هفته اجازه داده شد. اگر در مورد برنخواستن سبب‌های جدی آنها به مکتب برگشته تحصیل را ادامه می‌دهند. برای پیشگیری این بیماری البته ما کارهای پروفیلاکتیکی هم در ساعت‌های تربیوی آموزگاران مؤسسه راهبران صنف‌ها در بین خوانندگان صحبت‌ها گذرانده شده. مسافه بین خوانندگان را که نه زیادتر از 1 متر نزدیک شدن. اینچنین از طرف فراشان روزی 3 مرتبه به طور خلقی میگن 1000 اسپند را دود کرده استادند که این بیماری پهن نشود و خوانندگان امین باشند از این بیماری. از طرف راهبران صنف به خانه آنها طریق تلفن و اینچنین طریق تشریف به خانه خوانندگان رفته از حالت سلامتی آنها باخبر میشوند. درس و مشغولیت‌ها از روی نقشه پیش بینی شده به توقف جریان دارد. در صحن مکتب برای شستن دست 2 گوشه مخصوص آماده کرده اند که بعد مشغولیت‌ها خصوصاً بعد درس‌های تربیت جسمانی از مائع دستشویی استفاده می‌کنند. این همه تنها به خاطر جوابگو بودن به حالت گیگینی و پیشگیری از بیماری‌های سیرایتی پیش بینی شده است. اینچنین در مؤسسه‌های تا مکتبی نیز همه چاره‌های ضروری برای تامین سلامتی کودکان و پیشگیری بیماری‌های سیرایتی و کووید 19 اندیشیده ایستاده‌اند. قسماً پدر و مادران با عریضه مراجعت کرده با مهلت معین فرزندانشان را در خانه نگاه داشته ایستادند. همزمان برای پیشگیری کارمندان معارف شروع از ماه اپریل یکچند ملاقات و بایخوری‌ها برگزار کردند. از جمله شعبه معارف شهر خوجند با همجایگی و اشتراک نمایندگان مؤسسه نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند راه‌های پیشگیری و نشانه‌های ویروس مذکور فهمانیده شد. حالا کاربری در مؤسسه تعلیمی از روی توصیه متخصصان تندرستی جریان دارد. گزارش گل‌حیا کمالزاده و نوریدین حکیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.